گپ زدن نمیخواهی؟ اگر گپ زنم جان چند کس میبراید. بعد اون چی که گفتم همه گپت همین؟ به فکرم من زیاد گفتم. خدا حافظ. یگید ما دیگر وان نمیخوریم. به من چی شد خدایا؟ نمیدانم چیکار کنم. آشکارا گپ زنم؟ نه، خوب نکردم. آخر دختر گناه ندارد. خاطر پدرش چرا دختر را گناهکار دانم؟ نه، او را باید برگردانم. خدایا کجا شد؟ ایست بگه مالیکا! بیهوده دلی نازکش را آزرده کردم. دلی آزردگان سنگ را هم پاره می کند. گوش میکنم آقای کابوتر. بله دیدم. با ایگید خورد. راستی باوری کس نمی آید. مایلش باز نمی آید. چی حال داری شیر بچه؟ اگر تو را با بخچه‌ات نسپارم پدرت از بیخوابی میمیرد. میفهمی؟ و مثل دیگران ما لایق محبت نیستیم. اینقدر بی‌طالع بودم. مادرت رفت، کار تقدیر گفتیم. حلیمه را هم خدا گرفت. خدا گفته طاقت کردیم. این چه تقدیر است بچیم؟ با کسی دلم گرم شود زود در بالای سرم ابر سیاه پیدا می شود. حاضر سری ملکه را هم در بلا ماندم.
جانم. بگذار نجیب سردار کمی انتظار شوند. چشمانم محکم می شود. سردارم، تکبیر گفتن این قاتل مرا قانع گردانیده نمیتواند. شما چی فکر می‌کنید؟ راستی من هم به این سخنهای اونقدر باور نمیکنم. گویا که برای رضایت خدا گفته باشد. لیکن فکر میکنم که این حادثه برای پخش وسایط اخبار عامه آماده شده است. به همه معلوم است که در حادثه گذشته گناهکار کی بود. قاتل حتما یافت می شود. سرچشمه این گفته ها یک می باشد. توفه نوبل رو میگیرد. سردار شما را در تالار مدیر انتظار است. خوش آمدید محترم مدیر. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. حادثه های در جنازه بوده را شنیدم. تبریک میکنم. به همگان نشان دادید که پلیس دارای چگونه رفتار است. سلامت باشید محترم مدیر. آن چیزی که از شما فهمیدیم آن را تطبیق داریم. نجیب سردار، این زن در وقت جنایت آنجا بوده است. قاتل وقتی قتل تکبیر نگفته است. راست میگوید بانوی محترم؟ بله، سه بار رئیس گفته داد زد. ما چیزی رو نفهمیده پران. چهره قاتل را دیده توانستید؟ نه ندیدم، زیرا بعد پراندن زود گریخته رفت. تشکر خانم. تشکر سلامت خانم. خوش باشید. خوش باشید. خوش باشید. سردارم، افسوس که کامراها در تعمیر بودند و ثبت نکردند. در دستمان ثبت نیست، تنها یک چند پیشنهادها است و خلاص. نشان دادی شاهدان هم بسنده نیست. و مثل همیشه در این خلوت همه در غم جان خودشانند. محترم مدیر، و این گناهکارها نفرانی هستند که دائما آماده‌اند. در آسمان ابر نباشد هم کوششی باریدن میکنند. باوری شما را دریافتن برای ما بسنده است. شما را در حالت ناگوار نمیگذاریم. مطمئن باشید که این مسئله حل خود را مییابد. راست میگویید. به طور عاجل یک دو موضوع را بررسی کردم. البته. بابی تو تماشا کردی. تنها تماشا کردی. وقتی مردن ما تماشا کردی. آخر من گناهی نکردم. با مرگمون تو جواب کردی. آخر میخواستی ما نجات میفتیم. در آنجا بودی. تو هم در آنجا بودی. میتوانستی نجات دهی. من هرچی از دستم آمد کردم. بابی تو من گناه نکردم. با من گوش کن. میخواستی ما رو نجات داده میتوانستی. البته نجات میدیم و تو وعده میدیم. اکنون دیر شد. خیریت خواب بوده است. أنا منظم.
همین بود. نفری که به اغوا دست داده بود و راهبری میکرد. نمیدو ثبت رو زود به شعبه استخبارات روان کن. شاید چیزی آنها دسترس کنند. اطاعت سردارم. نجیب میگذاریم به دیگر موضوع. مرحمت مدیر. فکر میکنم که عاید بعضی دادورکنی های وطن و ملت و این چنین وزارات و کمیته های کشور خبردار هستید و آماده عمل نو باشید. نهایت وقتی آن رسید که ما دشمن را از خود دور کنیم. از این خاطر با تعلیمات مخصوص تو با یحیی زکی حرکت مشترک آماده کرده عملیات را پیش میبرید. من هم بازپرسی را ادامه میدم. این عملیات کمی مخفی برده می شود. اکنون به بعضی کارها اجازه دارید. آقای پروکورور چیزهای لازمه را شرح میدهد. لیکن از پیشتر دیده با دقت تر می شوید. در این مسئله حیات دیگر پلیس ها نیز در خطرند. حتی وضعیت به زن و فرزند نیز علاقمندی دارد. خواطر نشوید مدیر. من و بچه های در گروه هم بوده برای خدمت به وطن دائما آماده هستیم. لازم باشد جان و دل خود را فدای وطن خواهیم کرد. مهم این که باری گران در پشت بودن نیست شود. مطمئن بودم که چنین خواهی گفت. تاریخ روز را ثبت کنید. نام عملیات مذکور ارگن کندو. کاش که آنجا بر وقت‌تر عمل میکردم. از نزدش دور نمی شدم. خیلی دیر شده است. فاتحه را هم باید از باغچه گیرم. این قاتل را در زیر زمین هم باشد باید پیدا کنم، وگرنه وجدانم آرام نمیگیرد. نگاه کن، حسابات توقفگاه آمده است. چه خیلی؟ همین ها. چی؟ خرسند نیستی مگر؟ نه چرا؟ گوش کن چی میگویم. فیفی زنگ زده به ما وظیفه نو داد. نه خود چی کار؟ خودت میفهمی کمی مشکلات دارد. ما باید راه کشاییم که نفس آزاد کشد. اما معقول است. خوب این طور باشد این را بگیر. رفتیم. چهار سال بود که نمی خورد و نمی نوشید. شب و روز کار میکرد. مکافاتش همین شد. کی این کارو کرده است عقلم نمیگیرد. همه او را دوست میداشت. کسی را ناراحت نمیکرد. خدا رحمتش کند. به اینجا نگاه کن. کسی نمانده است. اکنون تماما تنهایم. کسانی که اشک چشم ریزانده بودند بعد 2-3 روز فراموش کردند. لیکن من یک عمر فراموشش نمی کنم. به شما وعده می دهم که قاتل را می یابم. این کمی هم باشد مصیبت و غم گران شما را سبکتر می کند. کیها را دستگیر می کنی؟ به مثل ابراهیم صدها و حتی هزارها هستند. کدامی از آنها را دستگیر کردید؟ همه‌شان از من و تو دیده به راحت‌تر گشته ایستادند. شما چی کردید؟ تماشا کردید.
ошно اینجا چیکار داری؟ انتظار شدن در کار انتظار. ошно با من درست فهمو در زیر بارون نیستیم. من هیچ چیز رو نمیفهمم. احمق چیکار میکنی؟ این جای شوخی نیست. البته شوخی نیست، مرگاور است. توبه سلاح دارد. ошно سلاح رو در جایش ماند. یگان بلا سر نزند. همه را با پا خزاندی. چنگ و غبار به آسمان رسید. احمق کی را فریب میکنی؟ کی را؟ ایست چیکار میکنی؟ اکنون دردت را به مسئولین دوزخ میگویی. خلطه اخلاقی قدر وزنین بودی. ای احمق تو با کجا نگاه میکنی؟ خدا جون ایستا 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 میگویم نگریز. یاری دیه التماس یاری دیه نگریز میپرانم. نگریز ایستا. شد فهمو جسدی رو در ایستگاه ملی افتاند. با یکی از همایشگران مانند بوده است. ببینیم. خدایا مرو نجات ده. دیگر مادرم رو فریب نمیدیم. ایستا میگویم. خدایا مرو نجات ده. میپرانم. ایستا ایستا. گریختن میخواهی؟ سردارم برای کار باشید. سردار این همان آدم. معلوم که او را خودشون کشتند. اینها قاتلان بیروحند. در این جان ذره مرحمت نمیشد مادر. آدم پشه را کشتنی شود دو مرتبه فکر میکند. جان را خدا داده است و آنها سردار اینا از جیبش برآمدتر شدند اما خوانده میشود. اینها حسابات هم؟ بله سردارم. صورت حساب توقفگاه کدیکای نوشته شده است. دیگر چیزی هست؟ نه سردار ما گفتگو رو دوام میدیم. سردارم ما شاهد داریم. از ماشین فر اومدم. بعد رشتار با سلو دیگرش رو پرون. اکای پلیس مرا دید و داشتن شد. اما داشته نتوانست. از قفایم دف پرون. اما کشته نتوانست. این کودکیست؟ این شاهد است سردار. تعقیبش کرده است اما دستگیر کرده نتوانسته است. دستگیر میکرد اما من خودم را به مرده انداختم. فکر کرد که تیر به من رسید. آفرین شهر بچه تو زیرک بوده ای؟ اکای کمیسر تعریف نشود و مرا همین خیل میشناسن. نام تو چیست؟ نامم سلیم اکای پلیس. او را بینی میشناسی؟ سردار سلیم چهره قاتل را دیده است. رسام از روی گفته او رسمش رو میکشد. میدان خوب استی میخوای تو رو به بیمار خونه برند؟ لازم نه من خوبم. مرحبا سردار تیار شد. همین. تشکر بچه ها. سلامت باشه. اکنون کارها رو از پیشتر دیده با سمتستر باید بینیم. همه را آنجا دیدم میخواهم. اطاعت سردار. فهمیدیم سردار. با فکرم باید به توقفگاه رویم.
بله وقت رو باید از دست ندیم. حکمت لبای سردار گوش کن، به هر حال کودک رو به دکتر برید، یگان جایش لد نخورده باشد، بعد به خانهشان میبرید. مهربانی هایتان را از او دور نکنید، ببینید که باز به او زیان نرسانید. ایتان سردار. زودتر باشید، زودتر. سعیم خودت را احتیاط کن، برای کمکت می ندارم. هیچ گپ نیست سردار. نباشد بیاید، رفتیم بچه ها. یگید باز در بینمون نیست. الو، بر کجای برادر؟ نه سردارم، من گم نشدم. من در باغچه کودکان برای گرفتن فاتحه آمدم. معذرت سردارم من با شما کی را گفتم؟ یک دقیقه سردارم، اگر باور نکنید مرحمت با مربی گپ زنید. مرحمت. سردارم مرا میپرسد، با من باور نمیکند. شما گپ زنید. الو لبای سردار، ببخشید آقای سردار، آقای یگید همینجا بچه شما مانده بود برای ببخشید آقای نجیب، همه رو شرمنده کردم. بگپ گیرید فاتحه در کجاست؟ تلفن اتاق شد، بگپ گیرید. التماس. آقا تو در اینجا چیکار میکنی؟ میخواستم فهمم که حسی پدری چگونه باشد. من توت میگویم تو بیاد میفهمی. پدر سر نکنید، حالا شما بسیار چیزها رو نمیدانید. من چرا نمیدانم دخترم؟ تو با زبان خودت وعده داده گفتی که نمیبینم، گپ نمیزنم. باید او رو میدیدم. باز فشارم بلند شد، دلم تنگ شد. تو مرا میکشی، با پدرت رحم نمیکنی. خیر چی کار کنم؟ برای شما شده خودم رو با آغوش فرخ پرتایم. بله، او لایق خانواده ما است. نمیدونم چی کار کنم. من یگید رو دکتر پدر به شما چی شد؟ نمیرم. یک لحظه، حاضر من دکتر رو جغ میزنم. میدانم با تو چی کار کنم. تو در کجا دیدی که شغال به شیر بچه پدری کند؟ با دستی حرامت کودک را آلوده نکن. این خیلگرد نزن، کودک را میگیریانی. ناگاه از دستم افتد، یکان جایش درد میکنه. اگر به بچه‌ام ضرری رسانی، ضرر آن طرف استد، حتی اگر فکرش را کنی مغزی سرت را پاش میدهم. میگویند که سگ عکازن نمیگیرد. تو دائما هو میکنی، دیگر هنری نداری. این کارها منفیتی طرفین میخواهند. تو دوست داشته ای مرا از دستم گرفتی، دستانم باشد بیکار ماندن. دستهایت را میشکنم، انگشتانت را یکایک میکنم. سوگند بر روح شهیدان. آب گوش کن به من، کودک را ده. شما بر اینها به جانم زده اید. من را میفهمی میکشمت، لیکن تنها با کشتن تو کار تمام نمیشود. شریکانت را هم میکشم. بعد تمام آن نفرانی را که به مغزابه افلاس تو غوطیدند نابود میکنم. حتی شخصانی را که به تو سلام میدهند نابود میکنم. وای، این چه سخنها سرکمیسر یگید؟ ما را تهدید داری؟ من عادتی تهدید کردن ندارم جناب فرخ. من روی راست عمل میکنم. خودش چی گپ؟ این چه احوال است؟ خدا شفا دهد. تشکر. ملکه دخترم، آخرین بار وعده ده. وعده نمیدهم پدر. هر چی خواهید میکنم. چقدری که خواهید در بیمار خونه نگاه بینتون میکنم. اما وعده نمیدهم. دخترم التماس میکنم، تو چرا مرا نمیفهمی؟ مرا ببخشید پدر. این رو از من طلب نکنید. ملکه با کجا میروی؟ پدر کمی پیشتر میمیرم گفته بودید. اوه دلم باز به درد در آمد. پدر مادامی که این درد رفت و آمد دارد تا بیگاه صبر کنید و بعد اگر خواهید باز بیمار شدن گیرید. راضی هستید؟ اینجا رو ترک کنید وگرنه پلیس رو جغ میزنم. چه خیل پلیس خانم؟ بهتره شما با باغ حیوانات تلفن کنید. این شغال از قفس گرفته است.
دیر یا زود به دستم میافتی. خیر میبینیم. خانم مرا ببخشید. قریب فراموش کنم اگر سرقوط مانده باشد به این شغل دهید آرام می شود. بیا بچه جانم، بیا جانی پدر، بیا شیر بچه هم. مسئله رو حل کردم اپا، خواطر نشوید. جسد رو به دریا پرتافتم، کسی نمییابد. پلیس چطوره که دفعه گذاشته خوب شده است آقای هلدون. چون این خبری دروغ رو من چاپ نمیکنم. تکبیر گفتنی قاتل رو غیر از روزنامه ما دیگر یگان روزنامه نمینویسد آقای هلدون. آنها حتی مقابل سخنهای شاهدان میبرایم، میفهمید؟ مبالغه هم حد و کنار داشتگیست. رعنا خانم این روزنامه سرچشمه های دقیق دارد. تنها شما سرچشمه نیستید. آنچه من میگویم باید اجرا شود. هر سرچشمه ای که باشد دایم ضد حقیقت است. سبب در چیست؟ حادثه رو ما از سر میگذرونیم، پیگیری میکنیم، در میدان ما هستیم، لیکن این چگونه سرچشمه است که حتی در جای واقعه هم نیستن و آن چیزی را که میبینند و میشنوند حتی شاهدانی واقعه نمیدانند. شما در آغاز کارمون تاکید میکردید که قلم میشکند اما فروخته نمیشود. فراموش کردید. حاضر چی بحث شد؟ لطفا جواب دهید آقای هلدون. گوش کن رعنا، به پدرت اعتماد داشته باش، خطا میکنی. پایت را به اندازه گلیمت دراز کن. پدرم در اینجا چه علاقه دارند؟ من در طول حیاتم با قوه خودم راست ایستادم. یگان بار پسی کسی پنهان نشدم. تو در اینجا موقع مرا تنگ کرده مرا با دیگران همراه نکن. کاسلیسی دون بردار. تو شکر گوی که دختری آقای سوها هستی، وگرنه من میدانم با تو چیکار کنم. صبر کنید. نیست رعنا آروم باش. ای با من کاردار نشو. رعنا جواب این رفتارات را خواهی داد. کسی با من چون رفتار نکرده بود. حالا که تو یک مخبر چی؟ آقای هلدون. رعنا بس. ملکه تو در اینجا از کجا پیدا شدی؟ ایستا! ایست! نگریز! سرده بپرونم. نزدیک نشوید پولت رو میکشم. خاموشی شد. تز شد آرام نزدیک نشوید بپرونم. نزدیک نشوید. زود های کن. تاکسی ایستا! تاکسی ایستا! ایست پلیس! گذر اعتبانه نجم. زودتر. از پایم شدن تو. گاز را در کن آخر. این ماشین تستر نمیرود مگر. من نو شهادتی رانندگی گرفتم. آرامیست. خاموش باش. حاضر هر دویتان را میپرانم. وای میپرانم. این دیوانه را ببین. دختر را دزدیده است و باز میپراند. و مادامی که دختر را دزدیدی باز چرا میپرانی؟ مادامی که میپرانی پس چرا دختر را دزدیدی؟ جوان مردیت همین است؟ توبه کردم خدایا، یعنی با عقلش ها نخوردم. همشهری خاموش ایست خواهش میکنم. وای تو هم مصرف زانی؟ خاموش ایست، بیشتر گپ نزن. آقای پلیس شما هم پرانید و ما را پرانده میکشد. چشمانه نمیبیند درون ماشین دخترک است. میمدو با بچه ها گپ زن مانع ماشین شود. از درسون به همه راننده ها حاضر من با پلیس ماشین را تعقیب میکنیم. تعقیب کبرا از کدیکای و سوی حسن پادشاه میرویم و تمبل یونوس ادریس باقر گوید راه رو بندن. برادر تو چیکار کرده ایستاده؟ این کاری پلیس است، تو کاردار نشو. کاردار نشود چی؟ ما هم فرزندان همین وطنیم. پلیس همه هستی ماست و کمک کردن وظیفه اولین درجه ماست. همه درسون ها پلیس هم. به شما مرمی. برادر این کار با خودش اصل و آداب دارد. تو جان شهروندان را در خطر میگذاری. هیچ چیز نمیشود. میبینیم بچه های ما آنها را دستگیر میکنن. اگر دستگیر نکنن انا در همین جا نویس. من دیگر رقص نمیکنم. خدایا نمیفهمی هوشیار است و دیوانه. بچه ها شما چرا خاموشید؟ آخر ما روزنامه نگار هستیم یا از کارانی پولکی؟ میفهمم همه خونه و در داریم،
اما غرورمون کجا شد؟ اخلاق وظیفه کجا شد؟ چیکار کنیم رانا؟ ما قابلیت نشون دهیم از کار میراند. باز در همین وقت و ساعت. پس از ترس گرسنه ماندن باید چرچین فروش شویم. نخود قدر و قیمت انسان اینقدر ارزان باشد. التماس خوانا برداشته از اینجا برایید. شد فهمو میبرایم. خودش چی گفت؟ یک دقیقه. اگر نبرایم چیکار میکنیم؟ آنگاه شما رو مجبورم میبرم. شما هم خانم برایید. سردید. دوباره نبینم که به دوگانه هم دست رسوندی. فهمیدی؟ فهمیدم. نبینم. رفتیم رانا. باز یک دقیقه. همه را کویل کردی. با من هم یاد ده. یاد میدی با من هم؟ یاد میدیم. فرما درسون. فرما. رو محکم کردی. آماده است. فهمو بچه های ما راه محکم کردن. حاضر در تنگ جایشان میکنیم. شما با خواست خودتان کار کردید. این خوب نشد. این ضد قانون است. چون این کارها ضد قانون حساب نمی آورد. این خیلی خوب است. راه را بستن. راه را بستن؟ راننده ها اینها از کجا بر اومدن؟ نیست گاز را در کن. آخر با آنها بر میخوره. زر کن گاز را. گفتم احمق. خرگوش بری میگریزن. گاز را در کن. گرفتیم بچه ها. رفتن نکن بچه ها. گرفتیم بچه ها. راننده ها ماشین هایشان را گرفتند. اینها چیکار کردنی هستند؟ چرا راه را بستند و باز کشودنی هستند؟ دسته ما کجا شد؟ نکشاید بچه ها نکشاید. راه را نکشاید. آبرو را پس نکنید. گاز را در کن. چی کار کردید شما؟ همه نقشه ما رو ویران کردید. آبرو را پس کردید. من به شما چی گفته بودم؟ راه را نکشاید گفتم. مرا شرمنده کردید. تمام. فهمو آرام باشید. آرام. همه آرام باشید. مرا درست فهمید. میدونید که در این دولت مردم زیاد از خدمه ها جان میدهند. این با پررگی ندانستن کمک اولین درجه میباشد. برادرها ببخشید ما تنها خواستیم به شما یاری دهیم. رفیقان این رو فهمیدم ممکن. شما مرا درست فهمید. من از شما می ندارم. تشکر باشه. اما اگر همه شهروندان چنین کنند چی می شود؟ خدا از شما راضی باشد. نیت خیر دارید میدانم. اما هر کار اسلوب خود را دارد. اگر خدا نکرده با آن بیگناهان یگان چی میشد بچی؟ دوباره خودسرانه میل کاری نشوید و حیات دیگران را در خطر نگذارید. فهمیدید؟ انیق شد صاحب توقفگاه کی بودنش؟ فاروق قریب گفتید. اما از فیفی بوده است. همون فیفی رو یک خبر گیریم چی؟ از آقای یحیی زکی امریکافتکو باید گیریم. سردارم زنگ زدیم. گروه ما را از اینجا آزاد کنند. و راست ما اونجا میرویم. این مراتب یگیت هم باشد وگرنه لجامش رو میکشم. فهمو سردارم. با فکرم او دیوانه است. در روی برایم راست ایستاده میگوید که این خبر رو پخش کن. نه این خیل میکنیم و نه آن خیل. با من کار نشان میدهد. این آدم چی درد دارد که رسای آخر فقط در سرش فکرهای بد است. خدایا توبه بی تربیه بوده است. چی شده است اوچه؟ کی بی تربیه بوده است؟ تنها که گپ زدن نه خودی پیش قشق نشم. ملکه جان گپ زن چیکار کردی؟ با یگید مناسبتت چخیر؟ نپرسیده پای هنر. پدرم سخنهای قبیح گفتند و یگید از من خفه شد و او حق است. با خدا اپا جون چنان ما رو تغییر کرد که خیریت گوش شما نشونید. نه در ماند و نه در روزه. خواستم صحبت کنم اما در رو برایم پوشید. چرا؟ با او چی گفتی؟ گفتم هرچی در دل داشتم آشکار رو با او گفتم. چی گفت اوچه؟ تو خوراکت رو خور؟ این گپ ها به شما دخل ندارد. نه خودی پیش قشق نشو. شد اوچه. تو از چی گفتی؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. با یکیت گفتم. ملیکا مرا دیوانه نکن. چی گفتی آخر؟ گشاد و روشن گفتم که همین خیل. یعنی اظهار محبت کرده؟ بله همین طور گفتم. وای توبه. در دنیا چی گپ ها رفته ایستاده از ما بیخبر. چی رو نفهمیدی؟
هیچ کم نی اپا جون در اومده سخن گفتم باز چی گفتی ملیکا؟ من خیلی گپ زدم اما او سخنی نگفت. دختری زیبا تو کاری نادرست کردی. آخر جانبی دختر نوربانو دادرت را گیر و زود به خانه رو. من از پستان میایم. اوچا جون نوربانو اوفه گیر. اوف دخترتان اول به اداره روزنامه رفت بعد با رنا اینجا آمد. فهمم. من ملکه را گرفتم میایم شما اینجا باشید. خوب شد سردارم. دختر تو بسیار کاری خطا کردی. جانب دختر باید قیمت خودش را داند. عرف و عادتمون همین است. همه این را دیده ایم. نجیب در طلبی من عذابهای سخت کشید. به خدا بسیار عذاب دید. من عرف و عادت رو نمیدونم. چیزی که در دل داشتم همون را گفتم. چی شد رنو؟ چی یکی اومد؟ پدر شما در اینجا چیکار میکنید؟ فیفی تا امروز احوالمان چنین تنگ نشده بود. دوستهایمان را یکایک به حبس میگیرند. بعض کارمندان اخبار عامه فاش شده ایستادند. سردارم حتی در حبس بوده ها بیرون بوده ها را فروخته ایستادند. میگویند که ما سوختیم شما هم سوزید. خیلی افسوس. مجبور هستیم که برای حل مسئله نقشه های نوی کشیم. از همه بهتر از نقشه های کارهای سیاسی نامعلوم و شرایط کار تکرار راه اندازیم. در پیش انتخابات، عید نوروز، حادثه غزا، حادثه قزلدره، هفته شهیدان، یکم مای و دیگر جشنها را استفاده باید برد. برای همه گونه اعتراض سبب هست. دموکراتی و حقوق گفتن و اداره کنی در دست پادوان ماند. اگر امکانها را خوب استفاده بکردیم نه دموکرات میموند و نه حق و حقوق انسان. نه دسته میموند که به سوی ما دراز کرده شود. این احوال مرا هم ناراحت کرده است. این ژنده پیشان قشلاقی بی عقل مقابل نقشه های ما برآمدند. عجیب کار همین که مردم با آنها باور میکنند. البته باور میکنند. آنها کودکان خود را نمیخورانند. فرزندان مردم را میخورانند و میپوشانند. دانشگاه های ترکیه کم بود که به امریکا و اروپا روان میکنند، میخوانانند. اما ما باشیم فرزندهای خودمان را از طرف خانه های اجلاس برآورده نمیتوانیم و میدان را به آنها میدهیم. کار را از چی سر کنیم؟ با دوستان شمال و شرق در تماس شویم تا در انتخابات به حزب گروهی تروریستان آواز دهند. جدی میگوید سردارم؟ البته کارهای ما چقدری که تشکیل کنی همان قدر خوب می شود. کشور تقسیم می شود و آواز ما بلند می شود. محدودیت که پیدا شود البته غوغاها به تاثیر نمی مانند. شاهان آمد میخواهد شما رو بیند. شاهان؟ او در اینجا چی کار دارد؟ بعد میبینیم. فوراً بوده است. رفته کارت را بین. من انتظار شده میتوانم اما کار انتظار نمی شود. خب سردارم. چرا اینجا آمدی؟ با کدام جرأت؟ در اینجا یک مهمانی مهمی دارم. حاضر ما همش رو میفهمونم. پلیس ها با توقف کاسده در آمدند. بزور از دستشان گریختم. یک زن رو با دخترش گروگان گرفتم. قریب بود که مرا دستگیر میکردند. پلیس ها گفتی؟ معلوم شد که فهمیدند. برای بردن تو آمدم. تو نباید در جای نمناک و افلاس ایستی. نمناک؟ افلاس؟ نگاه کن این خانه از خانه تو تازه تر است. راست میگویی. اینجا بوی روغن هم میکند. تا آمدن تو به گل میکرد. خونه را با التماس آروم شوید. راگر میرویم. با اینها رفت آمد کرده با آنها مانند شدی. دیگر طاقتم نماند. آپا هنر اپا شما چیکار کردنی اپا؟ خدایا پدر. ملیکا زود پدرت رو از اینجا گرفته رو.
زود از دکانم برادر شو. اپا خدایا شما چیکار میکنید؟ باورم نمیآید که پدری همین دختری. پدر باز همه رو رنجوندید. از پشت شما شده دویم در پیش همه شرمنده میشوم. ببخشید هنر اپا، ببخشید. تو را تعقیب کردند؟ نه پس فریبشون دادم. دیوانه حاضر من بنو هنگشته چی میگویم؟ مبادا اینجا نگویم. اپا از کجا میدانند که اینجا آمدم؟ گفتم که فریبشون دادم. آقایگی در آخر قدم رنجه کردید. ببخشید سردارم، از دیدارتون خیلی شادم. جورا جان با مرکز رفته بودی؟ بله رفتم. من با بچه ها یک جای آمدم. ها اجازه در دست من یک بار هجوم میکنه من سردارم. یالله این آدم پلیس نه قماندان خودکشاست. در رقیبیست تو جزا داری. مرحمت چی میخواستید؟ چیزی نمیخواهیم. یک رفیق رو گرفته میرویم. امروز کسی نیست، استراحت است. نخو نگاه کن اینجا چی نوشته شده است. پلیس ما یک داریم چی؟ برابرانت بگو آنها رو خبردار کن وگرنه به زوری میداریم. با اپا بگو که بیگانه ها آمدن و دری پیش درآید. سردارم چه جایی گپ صدا میدارم. برادر گیر دست رو میگم گیر. بله اینجا تیخ است. من هم کاوبویم. چی؟ ناراضی؟ اپا پلیس ها در پیشی دارند. اجازتی در آمدن ندهید. فهمو اپا. یه حمق دیوانه پلیس ها رو به سرمان آوردی. باز مهمون اولی قدر در همینجا. این احمق رو برآورده یگانجا پنهان کنید. من به نزدیک پلیس ها میبرایم. این را گم کنید زودتر. بیو کنید دستت رو به من ده. دستت رو تیز به من ده. رفتیم پدر رفتیم. بی تربیه خودش رو کی میدوند؟ چرا تو مرا نگاه داشتی؟ میماندی قهرم رو میبرآوردم. رزیل ما را تأخیر کرده رفت. چی کار کنیم؟ او یک دیوانه است. از خاطری ملیکه هم گذشته نمی شود. دیده چقدر غمگین است. خاطری ملیکه نمی شد من چی کار کردنم رو میدونستم. اپا با خدا من از شما ترسیدم. وقتی که با جارو به حمله کردید به شما یک کلاه نمی رسید. کسی که ما را احترام نمی کند من با او آداب معاشرت را می آموزم. رفتیم. چی میخواستید؟ نفری رو جستجو داره. نفری که رئیس ناحیه رو کشته است. خب اما با من چه علاقه دارد؟ او را مراتب آخر در توقفگاه کدیکوی دیدیم. توقفگاه از شما بوده است. ممکن یکی از کارمندان باشد. شما ادعا دارید که رئیس ناحیه رو من به قتل رسانیدم. ادعا کنیم یا نکنیم این کار ماست. اگر او همینجا باشد پس فکر پنهان کردنش نکنیم. باید در آمده کوبه. تا اجازت نباشد در آمده نمیتوانید. کجاست اجازتی کفت و کاب؟ اجازتی کفت و کاب، امری شانه زدن، امری تعقیب کردن و حتی امری شکستن بینی هم هست. میتوانی ببینی. خوانده میتوانی؟ عظیم سلیم شما زقب روید. بچه شما با من بیایید. شما با این طرف. شما عقب رو دیده برای فیزیکی آمد. ماموران دولتی اشتباهی شده است. کسی رو میکوبند. مانت کافتن گیرن. آنچه که قانون میخواد ما همون رو میخواهیم. یگید ممدو شما اطراف رو چرخ زنید. خوب نظر کنید. اطاعت سردارم. جورا جان این آدم کی باشد؟ نمیدانم. از افتشگان بالانشین است. با فکرم شما نجیب سردار هستید. معلومه شاید که میشناسید. با کی شهروندی صحبت هستم؟ من یک شهروند عادی هستم. میتوانید احمد هم گویید محمد هم. شهروند عادی؟
یا شما شهروند عادی را ندیده اید و یا در این کشور نیو در آسمان زندگی دارید. دوستم اینجا بیو. این آب را ببین. آب از کجا؟ رفتیم فیفی خانم، و تو یک خبری بده دارم. یک وقتا نفر خود را شیخ گفته دعوا میکرد و فعالیت او را ما آشکار کردیم. بله دستگیر شده است. من هم شنیدم. خوب، حتی در فروش مالهای نشأه آور. در اصل اولها او شرکت نداشت، تنها شاگردهای شرکت می‌ورزیدند. اما در این دوره نفرهای دیگری هم بودند. آنها سیاهکارانه بودند. وقتی پرواز از عقیبشان افلاسیشان را میمانند و دستگیر میشوند. آقای نجیب، آدم ها جاهلند. افسوس که به همین گونه آدم ها باور میکنند. من با شما هم فکر نیستم آقای احمد و یا محمد. اکنون مردم هم با عقل‌تر شده ایستادند. فکر میکنم که آنها سیاه را سفید فرق میکنند و در اعتماد احتیاط کار میباشند. با تمامی هستی به فکر شما راضیم. برای دموکراتیا و آینده درخشانمون این گونه آدمان خطرناکند. در خطر از آنها دیده نفرهای شرکت دارند که بیشتر بالانشینند. در این میان یک نمایش و ساختکاری است. و آن نفرانی که امروز امتیاز دارند پگاه میتوانند آن را از دست بدهند. همین خیلی نه آقای احمد و یا محمد؟ البته خطری اساسی از آنهاست. امیدوارم موفق شوید. اگر اجازه دهید قصه برایتان نقل کنم. مرا ببخشید، وقت گوش کردن حکایه ندارم. نصیب دفعه دیگر. پلیس! او در اینجا بوده است. هم فکرم، اما این جورا جان بسنده نیست. او را باید یابیم. دوستم، او عمیق در همین جاست. رفتیم. زودتر پلیس ها دیده از اینجا گم شد. فیفی خانم گفت که امشب او را در تالار سقابازی انتظار شوی. زودتر دیگر لباس نبود مگر؟ زود گم شو از اینجا. سردارم، شخصی شپناک را نیافته. مطمئنم که در همین جا بوده است، لیکن اینها را با امنیت میبرم برای تشخیص کردن. خوب فیفی خانم، حاضر همین قدر. امیدوارم که با شما باز روبرو خواهم شد. همیشه انتظارتونیم. از همکاری با نوکاران نفرت میکنم. کجا شد این شاهان؟ از در عقیب گریخت. کارش رو تمام کنیم. آن کار را من حل میکنم. اساس همین که نجیب با این رفتار از سرمان را گرنگ میکند. نمیبینی که سخنهای از خودش بلند گفتن را سر کرد؟ برای او یکون فکر کرده اید؟ فیفی مرا نه برای آن نوع انگشت میگویند که یک انگشت کم دارم، بلکه برای آن میگویند که در هر یک انگشتم 99 معرفت است.
مرا ببخش که علمم را از تو گرفتم، ولی میبینی بی تو سر و حسابم را گم کردم. الو الو یگیت تویی؟ یگیت میدونم که این تویی. چرا گپ نمیزنی؟ میدونم که از من رنجیده ای. خواهی تا سحر خاموش است یا اینکه داد زن، جنجال کن، چیزی که خواهی کن، حق داری. لیکن من همه چیز رو برایت آشکار گفتم. التماس به من امتیاز ده. به من باور کن. من تو رو الو شام بخیر. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای زیارت بیمار آمدم. یکان اعتراض داری؟ احوالت رو بین. باید تو رو زیارت کنند. خواهی برای تو هم جایی تیار کنم؟ در پهلوی پدرم خوب میروی و بیست یکدیگر را تماشا میکنید. آقای فروخ خوش آمدید. پدر نگاه کنید، آقای فروخ رو نقش و نگار کردند. برایش مهر گذاشتند که آدم شود. کاسه صبرم را لبریز کردی. لیکن من میگویم که در عملیات آینده کلت هم نمیماند. برای آسانی کار میگویم. همین در نیست. دخترم تو این رو از کجا میدونی؟ ایلین خانم گفتن برای دیدن حادثه پولی کلان میدادن. دخترم با آقای فروخ یگان نوشاکی فرما. مرحمت شینید آقای فروخ. همینش نمیرسید. با اجازت شما. چقدر که میخوای ناز کردن گرده الیازو در پیش پایم میافتی. اگر زیر پایت افتم برای تو خوب نمیشود، چون که از بوی پایت میمیرم. گوش کن مرا. ایستا چیکار میکنی؟ کسی رو که میخواهی. این معلومات را از کی گرفتی؟ انگور را خور و باغش را نپرس. گوش کن مرا. اگر در این کار یگان بازیه باشد، اگر او در کارت نباشد پس پرونده رو به من ده. نخواهی اختیارت. باز گم شد. این سایه‌ای که باشد. اگر یک باری دیگر به من دست رسانی یا بینیت رو با کاری من خلونی، بینیت رو میکنم. فهمیدی؟ ملکه درد کرد. تو امتیازات را کم کرده ایستاده ای. من از دخترهای تو میگفتگی نیستم. این رو در مینه جا کن.
حالا که در بیمارخانه بینیت را به دکتر نشونده؟ این کاری کردت مرا بیشتر خشمگین میکند. تو را در پیش جسد یگید میپرتایم و روبرویش نشسته شرابم را مینوشم. بعد میبینم چی کار میکنی. من میروم. تو آرزو کردن را دوام ده. در این به وقتی زیارت قبرستان بسیار عجیب. وای عجیب، کاری سایه را ببین. دادا من کتاب انتخاب کردن نمیتوانم. دخترم در بین همین قدر کتاب به خودت کتاب جدا کرده نمیتوانی؟ نمیدونم دادا. شما در سن سال ما چی میخوندید؟ و خدا در وقتی ما کسی راه بلدی نمی کرد. امتیاز انتخاب کردن هم نداشتیم. در دستمون چی میافتید ما رو میخوندیم. اگر راه بلدی میداشتم کتاب های خوبتر میخوندم. انا در همین وقتا به کارم نفع میرسانید. از جمله همین 2-3 عصر گذشته رو خوب میدانستم. کارم خیلی خوب میشد. انا حاضر از دوادو زیاد وقتی خواندن قریب که نمییابند. دادا نگاه کنه چی افتم. بچم دیگر اگون چیز نیفتی به این هم میدان پر از حکایه های وحشت آور. یا اون کتابی فایده آور نمیتونی انتخاب کنی. چرا دادا؟ حاضر برایت یک کتاب انتخاب میکنم. در اونجا کتاب های عمر سیفیدین هست. او کیست؟ کی هست؟ در سن و سال شما معلممون همه کتاب هایشون رو با ما میخوان. شما در مکتب چیکار میکنید؟ دادا اینها وقتای پیش بودن. همین حال اینها هستند. از امکی عمر که مرده است برای ما چی فایده؟ آفرین. درخت برشه راست ایستاده میتواند؟ نمیتواند. ببین برگ های درخت میوه‌دار هر سال یک بار میریزد. البته میریزد. پس در فصل بهار چیکار میکند؟ برگ میکند، گل میکند. درختی که فصل زمستان گویا که مرده است در بهار زنده میشود. برای ادامه کارش برای درخت ریشه‌اش نقش نمیبازد مگر؟ فهمیدم دادا. من همان امکی عمر مرده رفتگی گفتد برای ما ریشه به حساب می رود. برای دائما زنده ماندن و چون بهار زندگی کردن باید با ریشه فرهنگی همون ارتباط داشته باشیم وگرنه خوش شده می رویم. من اکنون بشتاب اگر خواهی که در پایت ایستاده توانی فکر میکنم که میدانی که چی باید انجام بدی. فهمو؟ فهمو دادا فهمو. نجیب نگاه کن در این کتاب ترسی پختن لازانیا نوشته شده است. لازانیا؟ ها؟ زنک از برای خدا مانیده میگه برو. کتابی آیدی خراب شده نیست مگر؟ تو از اون گیر. دادا توبه با این سخنت چه گفتن میخواهی؟ نه برای خودم برای یکی تو رانا هم فایده آور است میکنی؟ راست میگوید. اکا یگید روز تا روز فربه میشود. آنچه که دیدی حیرانت کرد. حیران نشو. میدونی برای چی اینجا هستم؟
зеро ман дар ҳаёт танҳо ба мурдаҳо бовар мекунам. маълум аст ки раҳматӣ бисёр чизро медонист. агар ин сирро ба ман нагӯӣ, туро ҳам дар бари ӯ гӯр мекунам. инҷо хоб буда мард диван нафарест ки истихборотчии ҳамаи замон буд. албатта то он вақте ки болобудаҳо ӯро ба замин зада афтонданд. ҳамин одам маро ба воя расонид. устодам буд, падарам буд, ҳама чизам буд. корманди давлатӣ буд? бале, як вақтҳо. то он вақте ки ин разолатро бо чашми худ дид. баъд сардорамро истифода карданд. яъне ту ҳам яке аз қурбониҳои навбатӣ ҳастӣ? барои ту як гап гӯям. баъзе кормандони давлат барои ватан ҷонашонро фидо мекунанд ва баъзеашон дар ғами ҷони худашон ҳастанд. намехоҳам инро қабул дорам, аммо бо чашмони худам мебинам. яъне чӣ тавр? рӯзе фарзандони шаҳидонро ба яке аз марказҳои ҷамъиятии иҷтимоии худамон бурдам. дар 40 сол як бор хостанд ки дар ҳавзо бозӣ кунанд. ҳамаашон кӯдакони бечора, ҳамаашон бо таби болида буданд. то пеши ҳавз омаданд, аммо моро иҷозат надоданд. зеро арӯси амрикоӣ яке аз болобудаҳо ба ҳавз медаромадааст. барои ҳамин маҳкам будааст. ин вазъиятро ба кӯдакҳо фаҳмонда натавонистам. бо масъулони он ҷо ҷанҷол кардам. маро ба зур берун карданд. ҳамин ҳолат косаи сабрамро лабрез кард. ман ҳам аз кор баромадам. пас ҳозир чӣ кор мекунӣ? фикр мекардам барои ин ватан кор карда истодам. пас он фаҳмидам ки барои дигарон қурбон шуда истодам. ҳеҷ набошад коре намекунам. аз ҳамон замон то ин дам дард дорам. маълумот ҷамъ мекунам, аммо танҳоям. тани танҳо бо аждаҳо ҷангидан намешавад. намешавад. танҳо нестӣ. ман бо туям. дер боз туро назорат мекунам. ва мисли ту ватандӯстон бисёранд. бо мурури замон бо онҳо иртибот кунем. боварӣ дорам ки дастгирӣ меёбем. аммо то имрӯз ба додам танҳо ту расидӣ. ин ҷоро танҳо ҳардуямон медонем. ту маълумотҳоро ҷамъ кун, боқӣ кори ман аст. аз ин пас мо рафиқони ҳамсафарем. ин сир байни ҳардуямон мемонад. ҳозир рафта он сагро ба ҷои лозимааш равон кун. зуд бош, наист. пулро ҳам аз даст додӣ. ин моҳ азоб мекашем. кошки намегирифтам. خانم کتاب خرید در چارچوب اصراف داخل نمی شود. یک چیز دیگر رو گویم که پولهای خیری گرفته برگشت. راست میگویی؟ خرسند شدم. مرحمت گیرید. لطفاً 42 لیره. مرحمت گیرید. تشکر. نجیب شنیدی که پول برگشته است. اکنون چی تو رو ناراحت میکند؟ من باید احتیاجاتی دکانро گیرم. 100 لیره درهم. بسیارتر لازم است. گیر این را. مرا کاردار نشم. این را همچون قرض میدیم. باز طلب میکنم. جناب یک دقیقه. این را افتانده. تشکر. خیلی مینت دارم. تشکر. شب بخیر. آفرین، کاری خوب کرد. چی خیلی که نو انگشته فرموده بود. مسئله حل شد. بیاید رویم. کسی ما رو نبیند. بیاید می رویم.
تو خودت کی هستی ها؟ من اجلی تو هم کنی رفت خاموش برخیز احمق برخیز راگرد تو کیستی؟ خاموش من آدمی در کاریم رو یافتم و تو کاری ندارم من جزای این رزیل را میدیم تا مردنش عذاب میدیم فهمیدی؟ یکان گپی داری؟ یکان اعتراض داری؟ گپ زن چه اعتراض داری؟ گپ زن تمام فهمیدم راگرد یک طرفی سر و این طرف راه دهد التماس مرا سرده التماس البته که زاری میکنی ولی من کاری بد نمیکنم خواهش میکنم اکا ببخش سگ بچه تو آدم کشتی اما کودک را چرا کشتی؟ گپ زن اکا همش رو میگویم همش نقشه فیفی بود با خدا آنها همش را آنها کردن پلی باز گناه را بر سر افراطگران دینداران و دیگرها بار میکنی آنجا تکبیر هم گفتی تکبیر هم گفتی آقا چقدر تکبیر من تو نمیدانم که خود تکبیر چی است همین خیلی فکر نکرده که عاقبت کارت چه میشود همه چیزی دانستم را برایتان میگویم نه من معلومات نمیخواهم من تنها مرگی تو را میخواهم فهمیدی؟ جان با جان خون با خون قصفن جزای تو مرگ است تکبیر گوی نمیدونم تکبیر گوی میگویم نمیدونم اکا قسم میخورم نمیدونم این چی باشد؟ به خون مانند است؟ توبه خون استه؟ وای بچه ها زود باشید در اینجا جسد آویزان است بچه ها زود باشید با پلیس زنگ زنید بچه ها تستر اینجا بیایید بچه ها انا بینید در حقیقت جسد زود با پلیس زنگ زن اکنون شما راست به مکتب روید چشم اول پرو دیهد بعد مو میرویم انتظار نشوید پول به همسایه میرسد بچه این خیلی نگوید با همسایه که رسید با مو هم میرسد لا حول ولا قوته بچه رمز عبور رو از کجا میدونید؟ از سالهای اویلا دور شوی البته میدونم اوچه؟ اوه این چی خودش؟ این رو بین دهشت است دهشت مردم را پراکنده کنید و را فرارید
донест ки дирӯз аз паяш давидем, Сардор. ёддоштем мондааст. Ку бинем чӣ навиштааст. гунаҳгор шоҳон демир барои куштани раиси ноҳия фарзандаш гунаҳгор дониста эъдом шудааст. дар сутун буда шоҳон аст. нишонаи азроил нишони дар даҳон аст. худоё тоба ин чист ба мисли чистон. ана қотил ҳамин аст. ҳамин одам шавҳару писарамро ба қатл расонид. Сардоро, кӣ кушта бошад? дар сарам як ном ҳасту, аммо каме бояд сабр кард. оча биё ба дадам занг зада сабабашро пурсем. инҷо хатогие ҳаст. маро ҳам дар ҳайрат гузошт. хонум, коратон зиёд аст, ман аҷала дорам. як лаҳза ҷаноб. оча нигоҳ кунед инро. дадам дар рӯзнома баромадааст. бачам чиҳо мегӯӣ? кадом рӯзнома? дада чӣ кор мекунед хонум? ин рӯзнома чиҳо мегӯяд? хоҳиш мекунам ҷамъ шавед, пароканда шавед. сабти камераҳо посибон нест нигар. инро медонистам. нишонаи азроил дар даҳон аст. маълум мешавад ки азроил тери нуқрагин аст. сардорам чӣ ҳодиса? нафаре чун байрақ дар сутун овехта шудааст. кӣ овехта бошад? ту дидӣ? инро бинед сардорам. ин чӣ бошад? алло, ман ҳозир дар пеши дастгоҳи пулгирӣ, дар дастам рӯзномае ҳаст. хеле ҳайрон шудам, корҳои аҷибе шуда истодааст. ман ҳам бисёр чизҳои аҷиб дида истодам. маълум ки мо натавонистем дигаре қотилро ёфтааст. ба мисли ӯ садҳо ҳазорҳо дар кӯчаҳо мегарданд. ин яке аз онҳост. вақти ҳамаашон мерасад. шумо осуда бошед. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز کومن، عاطف قادر، ناظم مهلیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمن موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکور، زهره بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنو و دیگران.